با سلام دوستان، همونگونه که مستحضر هستید 6 حزب کرد در ایران در یک اقدام بی سابقه و طی یک در واقع بیانیه مشترک انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای پیش رو یک صدا تحریم کردند و خب از مردم و فعالین سیاسی و اجتماعی در داخل ایران خواستن که با استقبال از این حرکت به این یک صدایی کمک کنند و در واقع زمینه همبستگی بیشتری رو در سطح جامعه به وجود بیارن. در زمینه دوستانم از کمپین امتناع با من تماس گرفتن که بیشتر در این زمینه توضیح بدیم. خب ببینید، اجازه بدین از دلایلی شروع کنیم که در این بیانیه اومدن و بنده معتقد هستم که کاملا اصولی و منطبق بر عقل سلیم در حوزه سیاست هستند. همونطور که در این بیانیه به اون اشاره شده، نمیتوان در انتخابات شرکت کرد و شهروندان رو به شرکت در انتخابات تشویق کرد در شرایطی که حضور شما به عنوان یک حزب در جامعه نفی شده، در شرایطی که تمام امکانهای شما برای جوابگو قرار دادن منتخبین که شامل آزادی بیان و عقیده، آزادی گردش اطلاعات و غیره هست از شما سلب شده، چرا که آنچه که در واقع به انتخاب و انتخابات معنی میبخشه همان امکان پاسخگویی انتخاب شونده در مقابل انتخاب کننده در طول تصدی امور هستش. این که ما دل به نیات خیر کاندیداها، شوراهای زیبا و شخصیت‌های دموکراتون‌ها ببندیم نهایت خواهم‌اندیشی سیاسیه، البته نه به دلیل اینکه مثلا ممکنه کاندیداها دروغ بگن یا دارای سابقه بدی باشن که اتفاقا به نظر میسه در خصوص ایران کاندیداها همگی چنین هستند، اما به این دلیل که در امر سیاست حتی اگر پاکترین آدم‌ها بر سر قدرت بیان، چون مسئله سیاست مسئله منافع متضاد گروه‌های مختلف در جامعه هستش که همیشه در حال شیفت پیدا کردن و تغییر جهت دادن هستند، پس آنچه کنترل رو در جامعه به وجود میاره یا آنچه که بالانس رو در جامعه به وجود میاره و باعث دموکراسی میشه، نه انتخابات بلکه مشارکت سیاسی هستش. مشارکت سیاسی به معنی وجود مکانیزم‌های پاسخگو بودن، مشارکت سیاسی به معنی امکان بازخواست انتخاب شده، به معنی گردش آزادانه اطلاعات و غیره و غیره. از سوی دیگه تا زمانی که ما به عنوان یک حزب نتونیم در انتخابات مشارکت داشته باشیم و یا اینکه تا زمانی که مکانیزم‌های دموکراتیک برای پاسخگو دانستن کسانی که میخوان به اونها رأی بدیم از ما سلب میشه، این غیر مسئولانه ترین موضع خواهد بوده که به مردم بگیم که در انتخابات شرکت کنید و خب به یکی از این کاندیداهای رأی بدید که چندان تفاوتی هم نه به لحاظ گفتمانی و نه به لحاظ سابقه با بقیه کاندیداها نداره. چرا که این غیر مسئولانه هست که از شهروندان بخواهیم به روندی اعتماد کنند که نه به عنوان حزب سیاسی و نه به عنوان شهروند کمترین کنترلی رو بر اون نداریم. اما خب ممکنه برخی از دوستان استدلال کنند خب کانتکست ایران متفاوته و بگن که انتخابات اگرچه دموکراسی نیست اما امکان این رو داره که در واقع باعث به وجود اومدن دموکراسی بشه. این صحبت از نظر بنده و در شرایط کنونی اشتباه به نظر میرسه، چرا که شرایط ساختار در این زمینه بسیار مهم هستند که امروز در ایران این شرایط اساساً مهیا نیستند. برای درک بهتری از این شرایط، برای اینکه درک بهتری از این شرایط داشته باشیم، باید به وضعیت‌های مشابه و مطالعاتی که در این زمینه یا در واقع در زمینه گذار به دموکراسی انجام شده برگشت که در واقع من فکر می‌کنم الان این زمان و مکان مناسب برای این صحبت نیست. تنها به این مسئله میخوام بسنده کنم که در واقع بگم که در عراق زمان صدام هم انتخابات وجود داشت، در کره شمالی هم انتخابات وجود داره. ممکن الان کسی این استدلال ها رو در مورد کره شمالی انجام بده و بگه این امید وجود داره که بالاخره از رهگذر همین انتخاباتی که در واقع کره شمالی وجود داره ما بتونیم به یک دموکراسی در این کشور برسیم. اما در واقع کمتر کسی هست که این استدلال رو جدی بگیره، چرا که ما در مورد کره شمالی کمتر دچار احساسات میشیم و با چشمان بازتر در واقع شرایط ساختاری رو نگاه میکنیم. ممکنه در نهایت کسانی بگن که ما با شرکت در انتخابات دنبال تغییر عمده‌ای نیستیم و همین انتخابات در واقع باعث میشه که کمی فضای جامعه و شرایط زندگی بهتر بشه که خب همین شرکت در انتخابات رو توجیه میکنیم. الان که در موسم انتخابات هستیم، در واقع اون چیزی که من میخوام الان بگم توافق کلی ممکن بر سرش وجود نداشته باشه،
اما 2 ماه بعد از اینکه انتخابات تموم شد فکر کنم کسی رو در جامعه پیدا نکنید که موافق این گزاره نباشه که رئیس جمهور و هیئت دولت کمترین اثری در سیاست‌های کلی، در وضعیت اقتصادی، در وضعیت بگیر و ببند و وضعیت روزنامه‌ها و چی نداره. ببینید دوستان، تاریخ 4 دهه گذشته چندان تاریخ دوری نیست که ما فراموش کنیم. اگرچه ممکنه مثلا به خاطر مسائلی مانند تغییرات در نظم جهان و منطقه‌ای، گسترده شدن اینترنت و فیلتر شکن، گسترده شدن ماهواره و در واقع پیچیده شدن شیوه‌های استتار دیش، بشه فکر کرد که مثلا اگه قبلا نمیشد رئیس جمهور پیشین رو در ملأ عام نقد کرد، اما الان میشه. اما نگاه کنید ببینید آیا شاخص‌های آزادی بیان در ایران تکانی خوردن؟ آیا رتبه ایران در خصوص آزادی بیان در جهان تغییر محسوسی کرده؟ آیا شکاف‌های طبقاتی بهبود پیدا کردن؟ و اینکه مثلا فاصله ما که در وسط جدول هستیم با 1% بالا کماکان در حال افزایش هستش و اونها کماکان ماشین‌هایی رو دارن سوار میشن که خریدش برای ما بیش از پیش داره تبدیل به رؤیا میشه، خونه‌هایی رو دارن که دیدنش برای ما بیش از قبل شبیه به خواب میمونه. این مسائل نسبی هستن به این معنی که ممکنه که مثلا ما فکر کنیم که به نسبت زمان جنگ بهتر هستیم، اما واقعیتش اینه که حتی به نسبت زمان جنگ هم از استانداردهای جهانی عقب‌تر هستیم. تاریخ 2 دهه پیش جمهوری اسلامی این واقعیت رو به اثبات میرسونه که علی‌رغم مشارکت‌ها، رأی دادن‌ها و شکاف‌های موجود در میان برخی نخبه‌های سیاسی، حاکمیت قادر بوده که روز به روز تمرکز قوا رو در دستان خامنه‌ای، بیت و سپاه بیشتر کنه. اینکه ما احساس کنیم که فضا بازتر هست یا نه، بیش از هر چیز در واقع به سیاست‌های امنیتی برمیگرده تا هر چیز دیگه. بنده از استدلال در خصوص انتخابات و نقشم در گذار به دموکراسی بسیار استقبال میکنم، اما باید بگم که در یک فضایی در جامعه ما الان در واقع به وجود اومده که جوامع غربی هم به نوع دیگی با این فضا دست و پنجه نرم میکنن. در مقام مثال میخوام این مسئله رو بحث کنم. اینجا اسم اون رو گذاشتن در واقع political correctness. من از برگردان فارسی اون زیاد مطمئن نیستم، اما فکر کنم به اون سنجیده بودن سیاسی گفته میشه، به این معنی که آدم ها از ترس این که مثلا به اونها برچسب مثلا هوموفوبیک یا سکسیست یا چیزای دیگه زده نشه، همیشه در حال خودسانسوری هستن بدون اینکه اصلا فکر کنن که مثلا این چیزی که میخوان بگن الان هوموفوبیک، سکسیست یا نه، صرفاً به خاطر اینکه میخوان جلوی این برچسب رو بزنن مدام در حال خودسانسوری هستن، بدون اینکه حتی اعتقادی هم به این مسئله ها داشته باشن. به عنوان مثال مطالعات نشون میده که این مسئله حتی باعث شده مثلا دانشجویان مسیحی که در واقع مدارس لیبرال هستن کلیسا رفتن خودشون رو در واقع پنهان کنن، چرا که در این مدارس لیبرال این گرایش وجود داره که کسایی که میرن مثلا کلیسا بهش برچسبایی مثل متعصب یا همچین چیزایی زده بشه. ما در ایران با یک همچین فضایی در مورد انتخابات روبرو هستیم. امروز یک بخشی از حاکمیت که خودش رو جریان چپ حاکمیت، اصلاح طلب یا هر چیز دیگه‌ای خطاب میکنه، به دلیل اینکه سالهای متمادی دولت‌های پیاپی رو در ایران در دست داشته، هنوز دارای شبکه وسیعی در شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های خارج از کشور هستش و به واسطه این شبکه‌های وسیعی که در اختیار داره، فضایی رو به وجود آورده که درخواست برای مشارکت با توسل به یک سری کلیشه و جمله قصار به ظاهر سیاسی و فلسفی به عین دگراندیشی و کلاس سیاسی تبدیل شده و کسانی که معتقد به عدم حضور در انتخابات هستن از سوی دیگه در جنبی که هر روز به اونها فشار وارد میاد و به اونها برچسب‌های گوناگونی زده میشه، اعتماد به نفس خودشون رو از دست دادن و حتی اگر دوچار سردرگمی در ارزش‌ها و تحلیل سیاسیشون نشده باشن، در حوزه عمومی خودشون رو سانسور میکنن. باید بگم که دوستان، دعوای این گروه که این فضا رو به وجود آوردن نگذاره به دموکراسی و یا حتی بهتر شدن معیشت مردم، بلکه رانت‌هایی هستش که در نبود در دولت دارن از دست میدن. اینها با شبکه‌های وسیعی که دارن میخوان از هر ابزاری استفاده کنن
که با پیشبرد راهبردهایی مثلا اوایل دوران اصلاحات میگفتن فشار از پایین و چانه زنی از بالا، حتی با بستن خودشون به کسایی که سالها اونها رو زدن و با تبرئه کردن این چنین آدمهایی از مسئولیت هر آنچه که تا کنون انجام دادن، یک جایگاهی در قدرت پیدا کنن که بتونن رانت‌های خودشون رو در پروژه‌های بزرگ مملکت دوباره به دست بگیرن. ما باید حواسمون جمع باشه که دعوای این گروه تبدیل به دعوای جامعه نشه. دعوای جامعه مسائلی فراتر از این هم هستن. اما در نهایت باید بگم که امتناع از حاضر شدن پای صندوق‌های رأی این امکان رو به نیروهای تحول خواه میده که شکاف اصلی رو که شکاف بین ملت و حاکمیت است فعال کرده و از این رهگذر خواست واقعی دموکراسی و آزادی رو به جامعه برگردونن. مشارکت در انتخابات این شکاف رو کمرنگ کرده و گفتمان دموکراسی خواهی و آزادی خواهی رو با مصلحت اندیشی سیاسی، حداقل نمودن مطالبات و غیر و غیر جایگزین کرده. به همین دلیل حاضر شدن پای صندوق‌های رأی خواست دموکراسی و مطالبه آزادی رو در جامعه روز به روز به محاق میبره، چرا که به این ترتیب به جامعه آموخته میشه که توان تفکر به الترناتیو وضع موجود را از دست بده. برگ برنده حاکمیت‌های اقتدار طلب از بین رفتن خواست دموکراسی و آزادی خواهی و جایگزین اون با مصلحت اندیشی های بظاهر عقلانیه.